اینکه در این بخش گزارش همراه یک کس گپ بزنیم که حداقل بیشتر از یک دهه میشه من یادم میشناسم، یعنی حدودا 12-13 سال پیشتر من در یک جای یادم دیده بودم یک دکان بسیار کلان داشت، تقریبا یک تجارت پیشه کوچک میشه بگیم، خود جمع اولادش. اما امروز من در این شهر نو میبینم که صافی موتر به دستش صافی سودا میکنه. واقعا من سلام علیکم. خوب است بخیر صد من خیلیتیم. چند سال پیش ما و شما میشناختیم؟ 15 سال پیش بود. 15 14 13 بالا پایین موقع بود. و یک دکان بسیار کلان پرده فروشی داشتی. همونطور بود. و یکی خور رنگ و رخ تغییر کرده و حالا که دیدم من پرسان کردم گفتم کجا دیدیم؟ باز خودش گفت فلانه جای ما دیدیم. همونطور بود. امروز او تجارت او دکانت همه چیز رفت. گفت صافی فروشی چطور رسید؟ زندگی زمین خماز یک پیسه را چی کردی؟ در شکم خوردی و قرضدار دادی چی شد؟ یک چیز خوردم یه چیز قرضدار میدی و مشکلات است. و یک آدم متدین هم بود، یادم از کمیشه ملاسف که الله اکبر میگفت افتاده در دستش بود، عاجل که در وضوی تازه میگرفت میرفت پشت ملا استاد میشد و در جماعت نمازهای خود 5 وقت میخواند. اونمو چند وقتی که در اون منطقه بود من خود دیده بودمش، اما اصلا هیچ باورم نمیشه. یگان تو را پرسانی که راز و موفقیت در چیست و میشه خودت بگویم راز اینمی بربادی در چیست که خودت از اون تجارت آمدی به صافی فروشی؟ دمی من خوش هستم. خوش هستی، من قبول دارم خوش هستی. بنده باید در هر حالت از خداوند شکرگزار باشم. مگرم دلیل چی است که سقوط کردی؟ دیگرها بالا میره خودت پایین آمدی. تجارت است، آدم بالا میره پایین میره، کس فایده کس تاوان. یک دکان مالت خودت چی کردی؟ اون دکان چیزی بود که قرض مردم داده شد، چیز کرای دکان داده شد، چیز خرج خانه شد. بس خانه کجاست؟ خانه مارکت بود. 300 شب و روزت میچله؟ الحمدلله. بچه‌های جوان شدن؟ خوب است. کار میکنن؟ خوب است.